باشه جدا کنه. یا تو 3 روز رخصته که هم از او زدن حقارت کردن از یود مشکل تر این هست برای ما. این توصیه ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مردم بود. اما برای زنها اکو کدام زنها زنهایی که عمل صالح دارن داخل جنت میشوند، از این اکو پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی هر بار بیان میکند که ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها و حفیظت فرجها و رضیت بعلها دخلت جنت من ابواب شوهر. برای جنت رفتن خواهرها و مادرها که این چی است که تا قیامت به همه خواهر و مادرها داخل دارد تا قیامت همین 4 شرط فقط به جا بیارن. پیامبر صلی الله علیه وسلم قبلا وعده داد که داخل جنت میشن. فقط 4 شرط آسان هستن، مشکل نیستن. شرط یکم 5 وقت نماز گذاریدن. صلت خمسها، کدام خواهر و مادری که 5 وقت نماز شد بجا بیارن. اگه 5 وقت بجا آوردن نماز چی است؟ برای مردم شرط است، برای زنم، برای هر یک کسی شخصی که مرد است زن است مسلمان هست 5 وقت نماز گذاریدنش فرض است. این نماز فرق بین مسلمان و غیر مسلمان است. این نماز هر چقدر اگر در باب نماز ماها گپ زنیم تمام نمیشه. برای همین است که میگه هر کسی که کدام کاری را دوست داره از امو بسیار گپ میزنه. این اگر امول یک محفل در 2 تا چوانداز باشه، اگر دیگه همین اسب گپ سر شود، جیران و قشقه و سمند این همی فلان و پکان و همین اسب که گپ میزنه ساعت ها تمام نمیشه. برای محبت همون اسب در دل شونه. اگر زنبور کارا باشن، اگر از زنبور گپ سر شود دیگه این زنبور ایتری داره و متکه داره و فلان داره و ایتری میکنن و همه که گپش تمام نمیشه. دکتر باشه کسلی گپ میزنه. دورو هر کس از صحبتی فاسق ترا فاسق کند، صحبتی عاشق ترا عاشق کند. انا که از همه در زیاد الله عزوجلال در قرآن در باب نماز ذکر کرده میاد. در باب نماز در 121 جای قرآن خداوند در باب نماز گپ زدگی است. معلوم میشه که از همه عبادت هایی که در اسلام است خدا نماز بسیارتر دوست میدونه. ببین حج در تمام عمر 1 مراتب 100 سال عمر بینی 1 بار حج که تمام، اما فرضی گردن سقوط شد. رمضان در بین 11 ماه فقط 1 ماه است رمضان. زکات مال در 1 سال 1 بار است. اما نماز هر روز 5 مراتب الله عزوجلال خطی چکار میکنی؟ راز و نیاز میگی. ای به منزله همین 5 نماز 5 دارویی هست که اگر امروز یک کسل شوه، اگر دکتر میگه که نمی 4 تا 5 تا همین آنتیبیوتیک بگی 3 ساعت پس 4 ساعت پس اوکل کردن بگی هم میکروبی وجودی تو نیست میشه، ارگانیسم تو صحت میشه. اگر روح کسل شود چی؟ روح کی جسم که روح کی کسل شد طبیب اصلی الله عزوجلال 5 وقت نماز امر کرد. وقتی که پیشین خوندی هر سهو خطایی از بامداد تو پیشین کردی بخشیده می شود. عصر که خوندی هر سهو خطا و کمبودی که از پیشین تو عصر کردی بخشیده می شود. از عصر تو شام وقتی که خفتن خوندی سارت کیام ولدت و امه مثل طفلی که نو از مادر تولد شده است. البته گناهی صغیره بخشیده می شود. انا که همین 5 نماز 5 تا آنتیبیوتیکی هست که همون میکروب ویروسی گناه از روح ما چکار میکنه؟ نیست میکنه. این قدر چی هست؟ ضرورت داره. صلت خمسها دیم و صامت شهرها. دیم شرطی بهش رفتن خواهرها و مادرها 1 ماه شریف رمضان روزه داشتن. که 1 ماه شریف رمضان روزه داشتن اصلا اگر حکمتوش نگاه کنیم سر تا پا فایده برای آدم است. همین 1 سال دراز میخری شوری را میخری، تندی را میخری، تیزی را میخری، تلخی را میخری. این قدر تورت و پورت و بلا و بتر با در این زمان ما و شما که هزاران خیمیکات در این وجود داره، در همین 1 ماه بدن همین انسان اچیشه نمیشود، پاک میشود، تازه میشود، همه شلکو از وجود نیست میشود. فایده برای خیلی همین آدم است.
با همه آدم بیچاره یک بهانه میکوه که همه روزش بخره، فلان 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 عذر گفته که چیکار میکند؟ الله ذوالجلال فقط رخصت داد و من کان مریضا او علی سفرین، کسی که کسله، کسی که در سفره، فعدت من ایام اخر، یا در عذر خوردهشون در روزهای دیگر قضاش میداره. تمام دیگر. همین یک ماه رمضان فایده هست، یک ماه رمضان برای بنده. خب دویم شرطی به پیش رفتن یک ماه شریف رمضان روزه داشتن. سوم شرطی به پیش رفتن و حفیظت فرجه ها، که خواهر و مادر چی هست که نمو جسم خودشون چکار کنن از مردای نامحرم حفظ کنن، مثلا که همون غیر کف دست رو و مثلا که پا دیگر همه عضو پشوندگی باشه، در نماز هم یا نمایان باشه رخصت هست، همین چی هست، همین عضو باید پشوندگی باشه، مرد بیگونه نبینش. یعنی زن البته که امروزه ببین تیلو را اولی کسی تیلو داشته باشه کیم کدام ترقی صندوق دا جوا کردگی یا سیف داد، یا همین دلار و پچکوی دلار رو تون یگون کس همین دلار همینجا نمیگیره یا در کیسش بگردونه یا تا پرچوش کنه، نه در یه جلگه پینهان جو بریلیانت ایودا پینهان تره، این زن از بریلیانت دلار تیلو دا قیمت تره، این هم باید محفوظ باشه. همین را در یگان جوش کار نمیکنی، یک کس دزدیش نکنه چشم یک کس نرسد، یگان کس نبینش که پول دارم نگه، یا مثلا دزدیش نکنه و در خطر نمونه. همین زن هم چی هست که از بریلیانت تیلو دا قیمت شد، پس همین هم در یک جای باشه که محفوظ باشه. خداوند در قرآن چی گفت؟ نساؤکم حرث لکم، خداوند میگه زنهای شما کشتزار شما، همین یک جو کشتزار که کردی حتما پیش کشتزارت همین آدمیزاد چی هست؟ گرچه سیدکه میگیره محکم میکنه، گرچه شغل میگیره سیدکه میگیره، گرچه دیوال میکنه که در همین کشتزار گوه خره اگر مثلا حیوان نداره در همین جا کشتزارش محافظت میکنه. وقتی که خداوند میگه کشتزار شما، کشتزار در وقتی که حاصل که میبراید نمیخواد که حاصل تا مثلا یک کسی دیگه نابود کنه. پس زنها هم چی هست؟ همین خیلی باید که چی باشن که در محافظت باشن، مثلا بیبنده بار نباشن، رنگ مثلا غیر مسلمان نباشن. البته که مردم ما و شما همین گفتیم که مادرها و مامامون مثال آوردیم که چگونه بودن، چگونه دوکه داشتن، چگونه لباسای کشاد داشتن، چگونه آستینای دراز داشتن و حفیظت فرجه ها. سوم شرطی جنت رفتن زن. چهارم و رضیت بعلها، شوهرش از خودش راضی بگردونه. اگر راضی گردوندن شوهر هم چی است؟ برای جنت رفتن زنها شرط است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دیگر حدیث میگه ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخل الجنه، کدام زنی که عمرش به پایان میرسه و میمیره وقتی که از دنیا گذشته میشه در حالتی که شوهرش از او راضی و خشنود باشه همه رو داخل جنت میشه. ببین برای مرد بعد از حق الله تعالی حق پدر و مادر است، برای زنها بعد از حق الله تعالی حق شوهر است. یعنی حق شوهر از حق اکاو داره، اکاو خواهر، پدر و مادر زنده چی است؟ حق شوهر بالاتر و رضیت بعلها. بزرگا میگن که اگر زن طاعات مریم کند، اگر همین زنها با مثل مریمه مادر حضرت عیسی عبادت داشته باشن که حضرت مریمه مقدسه که خداوند ایره بسیار در قرآن یک سوره الهیده داریم به نام سوره مریم، شخصیتی که پیغمبر حضرت عیسی از او به وجود اومد، یک معجزه که خداوند به پدر به دنیا آوردش تا قیامت این معجزه را ببین. خب طاعت عبادت خیلی زیاد بود. اگر زن طاعت مریم کند، به خون دیده سجدگاه نم کند، در سجده به جای گریه به جای آب چشم اگر خون از چشمش بروید و همین قدر عبادت شرازی نبود از او شوهرش به درگاه حق نیست ره اندرش. اگر به همین قدر عبادت شوهرش ناراضی باشه، شوهر پسند نکنه، زبان دراز باشه، گپ گردان باشه، شوهر مثلا احترام نداشته باشه، هیچ طاعت عبادتش به دربار خدا قبول نیست.